حس شنوایی انسان چگونه کار میکنه؟ گوش انسان یا حس شنوایی انسان به عنوان یک پل ارتباطی بین محیط و مغز انسان در تشخیص صداها انسان کمک میکنه. برای از اینکه ما و شما بتانیم حس شنوایی انسان بهتر و خوبتر بر دانش آموز تدریس و تفهیم کنیم، فعالیت را که ما در نظر گرفتم اجرا میکنیم. برای اجرای از این فعالیت ما و شما یک تعداد وسایل را ضرورت داریم که بتانیم توسط از او صدا تولید کنیم. ما یک جلد کتاب، یک تا گیلاس، یک تا قاشق، یک منبع صدا که من از تلفن استفاده میکنم، دو تا پیاله کاغذی، یک تعداد پولای فلزی، لاستیک یا رابربند، تیکه یا کاغذ که بتونیم دهانه گیلاس کتش مسدود بسازیم و یک دستمالی که به خاطر بستن چشما از او استفاده میشه. روش کار چه قسم است؟ فعالیتی که من در نظر گرفتم، یک بخش میشه با چشمای بسته اجرا کرد و یک بخش با چشمای باز. تنظیم فعالیت کوشش کنید بر دانش آموزان نشان ندید، این وسایلی که در نظر گرفتین از قبل اونا نبینن. وقتی عملیه آماده شد، از یک یا دو دانش آموزتان میخوایم که بیای پیش روی صنف، دیگرها به عنوان شاهد، شاگردای دیگه فعالیت اجرا کنه. چه قسم؟ برای بخش اول از دانش آموزایتان بخواید که چشمایشان رو بسته کنه، یعنی کسایی که میاین اینجا عملیه رو اجرا میکنه چشمای خود با یک دستمال یا چیزی بسته کنه. وقتی چشمایشان بسته شد، شما میرین با استفاده از وسایلی که در نظر گرفتین صدایی رو ایجاد میکنین یا تولید میکنین و دانش آموز باید تشخیص بده که صدا از چیست. دیگرها باید به عنوان شاهد که آیا این شخص یا این دانش آموز صدا رو درست تشخیص داد یا نه ببینن. اول من میگیرم با استفاده از یک گیلاس و یک قاشق. به شکل دانش آموز باید تشخیص بده که صدا از چی بود. یا میشه مثلا از یک کتاب استفاده کنین، ورقای کتاب به شکل حرکت میتیم و دانش آموز مطمئنن که با آشنا هست صدا رو تشخیص داده بتونه که صدا از چی بود. میشه بعضی وسایل دیگر هم در نظر بگیرین تا با چشمای بسته دانش آموز صدا را تشخیص بده. این بخشی که میشه با چشم بسته کار کرد، بخش دیگر میشه با چشم باز اجرا کرد. چه قسم؟ از قبل در بین دو تا پیاله کاغذی یا کارتنی که شما میشه ازش استفاده کنین، پولای فلزی را قرار میدیم. در یک از پیاله ها ما فقط یک تا پول فلزی را و در بین پیاله دیگه 3 تا پول فلزی را قرار میدیم. دهانه گیلاس توسط کاغذ یا توسط دستمال و لاستیک بند میسازم به خاطر که داخلش دیده نشوه. از دور میشه به این شکل. وقتی آماده شد، از دانش آموزتان میخواهید که با تکان دادن گیلاس تشخیص بده که در بین از این پیاله چند تا پول فلزی است و در بین از این چند تا پول فلزی است. به این شکل مثلا در بین از این پیاله یک تا پول فلزی بود، صدایش به راحتی قابل تشخیص است. وقتی پیاله بعدی رو من تکان میکنم، در بین از این تعداد پولای بیشتر قرار داده بودیم، صدای بیشتر تولید میشه به این شکل دانش آموز تشخیص بده که در اینجا تعداد کمتره از پولای فلزی قرار داره و در اینجا تعداد بیشتره پولای فلزی. بعدش میشه باز کنه ببینه که آیا واقعیت بوده یا نبوده. مثلا اینجا فقط یک تا پول فلزی بود و در بین پیاله بعدی تعداد بیشتر پولای فلزی قرار میشه. یا میشه ما و شما یک تعداد صداهایی را کلیپش آماده کنیم و بر دانش آموزا پلی کنیم که اونا صدا را تشخیص بدن چه قسم. مثلا ما با استفاده از تلفن صدای یک تعداد حیوانات و پرنده ها را پلی میکنم. دانش آموزا میتونه، تمام دانش آموزای صنف یا کسایی که اینجا قرار داره، اینا صدا را تشخیص بده.
بیستم میشه ما شما صدای بیشتر را مثلا در نظر بگیریم و دانش آموزا را ازشان بخوایم تا بدون از اینکه مثلا ببینن که صدا توسط کدام موجود زنده یا توسط کدام شیء تولید شد، توسط گوششان را تشخیص بدن. ما میتونیم با اجرای از فعالیت به شکل اهمیت حس شنوایی انسان بر دانش آموز بهتر خوبتر تشریح کنیم.